سلام دوستان عزیز. امروز راجع به کمپرسورامون میخوام باهاتون صحبت کنم. اینطوری که میبینیم دیرگاه همین الان استارت شده، میبینید دماش 85 میگم به خاطر محیط گرمه، خروجی آبش هم خیلی داغ میکنه، واقعا داغه، داغ خنک، ولی خروجی داغ خیلی داغ، ولی همین الان روشن شده و دمامون رو میبینیم که نها کنید 88 رنجور داره میره بالا، یعنی اگه به 100 برسه آلار میره و خاموش میکنه. این زبان بسن که دیگه 48 ساعت داره کار میکنه، واقعا تحت فشاره. اونجا که میتونم سعی میکنم یه کاری کنم یه مقدار استراحت کنیم، خروجی آب ورودی آبش رو ببندیم که بلکه فشار آبمون بیشتر شه و اذیت نکنه، خیلی راحتی دماش نره بالا. میبینید 88 بود الان شده 92. نزدیکتر براتون بگیرم 93. همجور داره دما میره بالا تا 98 99. اگر شانس بیارم بالاتر نمیره و یه مقدار میتونه اطلسمون استراحت کنه، چون اینا دائم کار طراحی نشدن دوستان عزیز. اینا باید در شبانه روز حتی چند ساعت استراحت رو بکنن، یا اگر واقعا اشتباه میگم دوستان عزیز اطلاع دارن بگن. نزدیکتر براتون بگیرم الان شده 95 96. ببخشید اما 95 فعلا، نه الان 6 شد و همجور داره میره بالا 95 96. انشالله که همینجوری جواب بده و مشکلی پیش نیاد تا بلکه اطلسمون یه مقدار استراحت بکنه. تا میدونم این از صبح احتمالا به دور کار کرده و این خوابیده، تایمر ساعتش هم که نگاه میکنم چیزی کار نکرده. همکارهای عزیز به 95 میرسه دست و پاشون رو موقعشون یه میترسن، سریع خاموش میکنن که موقع فشار باد خوب نکنه و حواسشون نباشه و باد بیاد پایین و خودش به مشکل بخوره. الان 98 هم رسیده. آب ورودیمون خیلی داغه. الان یه لحظه با هم بریم چک کنید. کلکتور اصلیمونه که تقسیم میشه برای اداره سرویس بهداشتی، این برای خودمونه، برای ورودی استفاده میکنیم، برای آبیاری هم استفاده میشه. تو ورودی کمپرسورامونه میبینید زیاد داغ نیست اما داغه. این مال کولین تاورهای بالا کولین تاور داریم و اینکه این هم داغه یه مقدار بیشتر بره بلکه سریعتر آب داغ خارج شه از مخزن اصلیمون و یه مقدار خنک‌تر بره. روز واقعا گرمه و آب رو بسیار مشکل میکنه. دیرگاهمون هم واقعا نسبت به اطلس خیلی ضعیف‌تر، باید حتما فشار آب زیاد پشتش باشه تا اینجوری داغ نکنه. دیگه براش تعبیه شده روزای اول خوب بود، ولی الان به مرور زمان
رسیده 99. انشالله که بیاد پایین و بتونم یه مقدار به اطلسمون توجه بدم برای استراحت. قربونتون برم، خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید.